یا من یحق الحق بکلماته، ای خدایی که با کلمات وحی حقیقت خودت رو ثابت کردی. یعنی هر کس قرآن بخونه بدونه به حقانیت خدا پی میبره. قرآن کافی است. یا من یقبل التوبة عن عباده، یا من یقول بین المرء و قلبه، ای خدایی که بین شخص و قلبش حائلی. یا من لا تنفع الشفاعة الا باذنه، ای خدایی که شفاعت کنندگان به اذن توست. خدای میشه امشب اجازه بدی به علی اولاد علی، به 14 معصوم شفیع ما هم بشن. ما امشب گفتیم یا علی یا علی یا نه امشب که عمری است من علی میگویم، در حال نشاط هم علی میگویم، یک علی گفتم انشاءالله تا آخر هم علی میگویم. خدایا در سکرات موت ما رو از شفاعت قرآن و اطهارت محروم مگردان. یا من قبل نور من زل عن سبیله، یا من لا مؤخر لحکمه، یا من لا رد لقضائه، یا من غار كل شیء لامره، یا من السماوات مطویات بیمینه، ای خدایی که آسمان ها به دست قدرت توست و وقتی قرار باشه این آسمان و زمین برچیده میشه مثل تومار به هم پیچیده میشه. نه آیات قرآنه. یا من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، ای خدایی که بادهای رحمت رو برای بشارت ما میفرستی. سبحانک یا لا اله الا انت الغاث 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 من النار.